که حالا میتواند برای ایرانی ها، برای طرفداران این دسته شکوه و شامت زیاد جمع کند. نفری که حالا میتواند ژاپنی ها را با خانه های خود گسیل نماید. نه، اینجا سامان خود ضربه را اجرا نمیکند. علیرضا جهانبخش کاپیتان دسته ایواز شد در زدن سلسله ضربه 11 متره. نفری که باید همین کار مهم و مشکل را در لحظه های آخرین بازی انجام دهد. علیرضا جهانبخش در مقابل زیان سوزوکی. تمامی مخلصان حالا انتظار ضربه علیرضا جهانبخش میشوند. مخلصان دسته ایران. علیرضا جهانبخش و گل. حساب 2-1 تیم ایران پیشرفت میشود در